پسر بچه‌ای که در 13 سالگی برای خودش یه خونه کوچیک تونست بسازه. لوک تو وقت خالیش با پولی که از کوتاه کردن چمن همسایه‌ها و انجام خدمات خونگی به دست می آورد و همچنین گرفتن کمک از همسایه‌ها در قبال انجام کارهای خونگی اونها، به عنوان مثال در قبال تمیز کردن گاراژ خونه همسایه و رنگ کردن کل گاراژ، همسایه‌شون در سیمکشی بهشون کمک کرده و یا همسایه دیگه‌شون در قبال تمیز کردن انبار خونه‌شون یه فرش کوچیک بهش هدیه میده و همچنین از طریق سایت GoFundMe تقاضای کمک مالی کرد و افراد خیر مقداری بهش کمک میکنن. تونست یه خونه کوچیک با هزینه $1500 تو حیاط پشت خونه‌شون بسازه. در ابتدا تمام دوستانش اون رو مسخره میکردن. با این وجود اون به هیچ کدومشون گوش نداد و جالبه بدونیم پدرش با اینکه تمام وقت بیرون کار میکرد و سرش خیلی شلوغ بود، تو وقت خالیش به پسرش کمک میکرد. خونه‌ای که لوک طراحی کرده عایق بندی بسیار عالی داره و داخل خونش رو کامل خودش طراحی کرد و به لطف همین تلاشش به بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی و جشنواره‌های ساخت تاینی هاوس به عنوان سخنران دعوت شد. حالا میرسیم به سوال اصلی. به عنوان پدر مادر چقدر فرزندان خودتون رو حمایت و راهنمایی میکنید؟ و راستی شما در 13 سالگی چیکار میکردید؟